Allah Tanrı adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 111 مهندسی جهر رو با یک کتاب ترکی قدیمی خطی دستنوشته تخصصی دیگری آغاز میکنم. ببینیم که برای شامس امروزمون چه کتابی رو میتونیم ببینیم. خب ما علم موعظه اخلاق، علم صرف ترکی. فکر میکنم یک کتابی در این رابطه قبلا خونده بودیم، ولی این هم یک کتاب دیگری باشه. ببینیم که این ظاهرا در بذارید ببینیم. بله، هر صفحه PDF این معادل یک صفحه خود کتاب هست. در نتیجه این کتاب 43 صفحه داره. اسمش هم گذاشتن علم صرف ترکی. اول یه نگاهی خیلی خلاصه و کوتاه به خود کتاب داشته باشیم. همونطور که ملاحظه میکنید طول صفحه کتاب خیلی بلنده، یعنی مثل کتاب های معمولی نیست. این ارتفاع یا طول کتاب خیلی بلند هستش. میبینید صفحه ها رو و یکی داشته تمرین الفبا رو میکرده که بنویسه. احتمالا این جدیده، اینها در دوره بعد از آتاتورک هستش که احتمال میدم در این دوره، اگر در اونجا نوشته شده باشه، نباشه که هیچ. حالا برمیگردیم اینها رو هم میخونیم. از اینجا به بعد کتابن باسه یا باشه، احتمالا باشه به ادبی. سلیمانیه کتابخانه‌ای هستش و از اینجا حالا این جلد کتاب آسیب خیلی جدی دیده، خود این صفحه هم یه مقداری آسیب دیده ولی بهتر مونده. این دستنویس اول هست، یعنی دستنویسایی قبلا عرض کردیم کتابایی هستن که خب دوست من، ما تقریبا کتاب چون ترکی هستش داریم اون رو صحبت میکنیم، کتاب ترکی میخونیم. 90% برنامه ترکی هستش، ولی برای کسایی که احتمالا یه مقداری در فهم ترکی مشکل دارن، حالا بعضی از کلمات رو هم فارسی میگیم. عرضم به حضورتون که میدونی که معمولا چکنویس میگن در فارسی. نسخه اول کتاب خیلی خط خطی میشه و این رو معمولا میدن یک کسی دیگری براشون خوشنویسی میکنه، مینویسه یعنی. و اون کتاب اصلی که چاپ میشه دستخط چکنویس نیست، ولی اگه بخوایم اون چکنویس رو پیدا بکنیم خیلی مهمتر از خود اون کتابی هستش که حالا بعداً دستنویس شده. اینجا ما با اون چکنویس روبرو هستیم. اینجا هم میبینید بر روی بعضی از کلمات خط کشیده مثل کتاب‌های دیگر. این نشون میده که هنوز در اون دوره خیلی قدیمی این کتاب. از طرف دیگه میبینیم که خط کشی هم نداره، خط هایی که الان در دفترچه ها هستش اون رو هم نداره. تلاش میکنیم که بتوانیم این خط رو بخونیم و ببینیم که به نظر میاد که حالا بعداً بخونیم ببینیم که به چه زبانی هست. دیگه اون خط ها رو هم نداریم، خیلی کم. اینجا مثلا کل یه جمله رو خط زده و اینجا دوباره از خط های قرمز دوباره استفاده میکنه. کتاب جالبی هستش. من صفحه 15 رو الان ببینیم، نگاه کنید. جالب هست. عرض صفحه کمه ولی طول صفحه خیلی زیاد هست. بریم صفحه مثلا 20 رو ببینیم. اینم صفحه 20 21 را. بریم صفحه 25 رو ببینیم. حالا اگه بتونیم، همونطور که میبینید صفحه ها میاد تقریبا عین همه. یه مقدار خط به نظر من تغییر کرد، یعنی اگر بیایم اول صفحه
اینجا خط یه مقدار فرق میکنه با این صفحه مثلا 25. نه همون خط هستش، تقریبا همون خطه. من خط شناس نیستم، در نتیجه خیلی تفاوت‌های خطی رو درک نمی‌کنم. کتاب روی هم رفته سالم مونده، ولی وقتی به اواخر صفحه میرسیم دوباره میبینیم که یه مقدار آسیب برای کتاب وارد شده. حالا امیدوارم که بتونیم از این کتاب یه اسمی، تاریخی، چیزی در بیاریم، ببینیم که در چه تاریخی و توسط چه کسی نوشته شده. خب برمیگردیم آخر کتاب، صفحه آخر کتاب رو هم ببینیم، ببینیم چی نوشته. تشرین ثانی. الحمد لله على التمام و على نعمه ستامی. نهم تشرین ثانی 97. حالا اینها دیگه چی هست؟ تشرین حالا برمیگردیم اینها رو میخونیم ببینیم که چی هست، یه مقدار عمیق‌تر به مسئله جلد کتاب کاملا اون کیفیت خودش از دست داده و از بین رفته. اینجا با یه عدد 26 یا 29 روبرو هستیم، 29 روبرو هستیم که ترسه yazılıptı. اینجا با یه نقاشی میکرده آدم، یه قایق کشیده، قایق بخار کشیده، عین و ته دسته‌دار و اینها رو میخواسته کار بکنه. اینجا یه چیزی به نه ویلکام چی اینجا نوشته؟ فما لعینا بک انفک کففا هم. نمیدونم این یعنی چی، نمیتونم بخونم. کتابن بası، اینم سلیمانیه kütüphanesi، اینم نمره کتاب هستش. بذارید ببینیم میتونیم از این کتاب تحفه علم حرف مذکور چی؟ کلمات استیگابیه‌lerin انواعی. حالا این بعضیشون نتونستم بخونم، یعنی در اصل اینجا رو اعلم ای خطاب لا احتمال خطاب لا nur kimse bilse ne bil an abvab tesrif tahqiq ilm sarfın kelimelerin envai nedir 35 ve 35'tür. 35 همون بله. حالا ظاهراً یک کتاب دیگری هستش. این کلمه هایی که روش خط قرمز کشیده از اون کتاب اصلی برمی داره و بعد شرحش میده که یعنی چی. اعلم ای حاتبه یا حتابه لا ار kimsene bilsen neyi bilsene neyi bil. حالا اینجا میگه اعلم بدان، بفهم. حالا این میاد تو میگه ای هیتابه، فکر میکنم اولونور کیمسنه، هیتاب اولونور کیمسنه، این هیتابه نباشه. ای هیتاب اولونور کیمسنه بیلسنه. حالا میگه بیلسنه بفهم، بدون. neyi bil آنه ابواب تصریف، اینهو ابواب تصریف. چه چیز رو بدون؟ neyi bil اینهو ابواب تصریف، اعلم اینهو ابواب تصریف. این کتاب عربی اصلش. ابواب تصریف چیه؟ تحقیق علم صرفün kelimelerin انواعی ندور. انواع کلمات علم خمسه چند تاست؟ 35 35'tür. 35 چون دوباره اونجا اومده
انه ابواب التصریف 35 بابن. اینجا بابن رو میخونم 6 منها للثلاثی المجرد مجدد ثلاثی این اینجاست. الباب الاول از اینجا شروع میشه. ثلاثا چیه؟ حالا من اینجایی که این عربی نوشته اینها رو ترجمه میکنه. اینه ابواب التصریف تحقیق علم صرفün kelimelerin envai nedir? 35 35'tür. نه yüzünden میگه از چه جهتی این 35 تاست انواع تصریف. میگه بابن یعنی چی؟ نوعی جهتیندن 6 دوباره از اون کتاب هست 6 ایلا باب. بعد حالا این چی هستش؟ بله اولجی منها 6 ببخشید 6 باب ندن له 6 باب ندن له. حالا ببینید یواش یواش باید بفهمیم که یعنی داره من عادت میکنم که این 6 رو اینجوری مینویسه 6 رو اینجوری میشه. اینجا فکر کردم نونه ولی یا ه هست اینجا، این ه نیست. یه جایی دیدم مثلا حالا بعضی چیزها رو دارم اینجا این دست نوشته این آدم رو بهش عادت میکنم که چه شکلی قلمش حرکت میکنه برای ترسیم حروف. 6 باب ندن له اولجی منها اولینجی احتمالا باشه، اولجی هم نوشته. اولجی منها 30 بابden ne için اولجی 30 بابden ne için للثلاثاء المجردی ثلاثایی مجرد içindir. اولچی 30 بابden ne için علامت سوال بذارید. ثلاثایی مجرد içindir. جوابش اینه. الباب الاول ثلاثایی مجرد اولا 6 بابله اولکی باب درله احتمالاً اولکی بابون وزنی ندور. باب اولی که در ثلاثی مجرد هست چی هست؟ فعل یفعل فعل یفعل دور. فعل یفعل فعل یفعل دور. اینم مصدرشه. فعل یفعل فعل. این یفعل دوباره میره. حالا ببینیم در دور و فعل دور. باب اولی که هستش در عربی اینه فعل یفعل فعل. حالا یعمل اینم هستش. یعمل در دور. تمام شد. موزن یا موزون اولکی بابون موزونی ندور وزنی. اون صدایی که این باب داره آهنگی که داره چه آهنگیه؟ موزون وزن اون آهنگی که داره اون کلمه چی هست؟ نصر ینصر و نصر ینصر دور. خب این به این شکله. و علامته. حالا نگاه کنید علامت رو چه شکلی نوشته. و علامته اولکی بابون علامتی ندور. علامت سوال. اینه یکون المقدر. اینه یکون. حالا اینو ترجمه میکنه. المقدر کیم؟ میگه المقدر کیم؟ عین فعله باب اولون عین الفعلی نه علمق. حالا میگه که حالا فعله اگه ف هستش عین هستش لام هستش. وقتی میگه عین فعله یعنی اون وسط که عین وجود داره اون رو میگه. باب اولون عین الفعلی نه علمق مفتوحن. اون عین باید فعله باید فعله
اون حداقل اون وسط اون عین باید فتحه داشته باشه، صدای عبده. مفتوحان، مفتوح المق اولور مندور. حالا این چیه نمیتونم بخونم. فیلمازی، البته در مازی، فیلمازیده، در مازی خودش اینو مثلا ترکی کرده فیلمازیده، در مازی. و مضمونن و ضمه داره، صدای او داره. حالا کجا؟ دخی باب اولون عین الفعلی، دوباره اون عین الفعل یعنی فعله میتونه فعوله باشه. حالا و مضموم من دخی باب اولون عین الفعلی مضموم المق نه، حالا ندر المق زور. حالا این چیه؟ این کلمه رو نمیتونم. المق نه دور میتونم بخونم اما این نیست. فیلمزارعی، حالا فعل یفعل و فعوله هم میشه گفت، یعنی فعوله فعولا. حالا اینجوری داره میگه. بذارید ببینیم که بریم صفحه بعد ببینیم آیا یه چیزی در مورد ترکی می نویسه. بذارید اینجا همونجا بخونیم. فیل مضارع فعل مضارع ده و بناؤه اولki babın benası ne içindir? Takdiye tasvib içindir. Litta'diye ta'dib içindir. Ya ta'addi içindir. Ta'addi içindir. اینجوری نوشته. این litta'diye ve bu da ta'diyet içindir. Galiben اکثر استعمال ده وقت تحقیق بعضی کره یکونو باب اولین بناسی اولور، نه اولور لازم اولور. مثال المتعدی فعل متعدی، مثال المتعدی فعل متعدیه مثلی نحو حالا مثالی نحوه یه چیزی نصر زیدون امرن، زید به امر کمک کرد. این فعل از زید خارج شده رفته به امر، یعنی برای یکی دیگری اعمال شده توسط یکی دیگر. یعنی نصر زیدون امرن ترکیبینده اولا نصری که معنا مراد المقده مراد اولدukta نصر yardım etti. Kim yardım etti? Zeyd. Kime? Ömer'e. Nasr Ömer'e yardım etti. Ömer و مثال لازم، حالا اون فعل متعدی بود. مثال لازم فعل لازم مثالی نحو خرج زید از خونه رفت. خب چی کاری کرد؟ هیچ کاری، خودش برای خودش انجام داد. نحو خرج زید ترکیبinde ottu خرجه کی gibi معنا مراد اولندukta خرجه çıktı. Kim? زید رو دوبار نوشته. متعدی، حالا متعدی چی است؟ فعل متعدی هو او فعل متعدی ندür. ما هم کلمه عربیه. Bir fiildir öyle fiil ki yetecavazu geçer یعنی از اون شخص خارج میشه، در قبال یکی دیگری تأثیر میذاره، بر روی یکی دیگری، یه چیز دیگری. geçer kim faslul fail işleyecek
بر روی فصل فاعل میگه، حالا داره خودش توضیح میده، ایشی کیم کیمه ایشلیجش ایشی کیمه ایل المفعول به، مفعول به و لازم، حالا فعل لازم هو او sözüm nedir? Ma bir fiildir, öyle fiil ki lem yetecavez, geçmedi kim fiilul faili işleyeceğinin işi ila işleyeceğinin işi kime geçmedi ilal mef'ulun bih, mef'ul bih, belki vaki ol ise واقع اولیسه واقع اولونور نرده فی نفس فاعلin نفس فی نفسهی، فاعلین kendisinde، او کار در خود فاعل انجام میگیره. حالا اینجا رویان واقع اولور، kendisinde واقع اولور. حالا اینجا یک چیزی نوشته که نمیدونم چی هست. بابون وزنی حالا چی هست؟ این اصل کتاب بده. وزنی فعل یفعل موزونی نصر ینصر علامتی مازیده عین الفعل مفتوح مضارعه عین الفعل مضموم بیان çok kere müteaddi، حالا kere لازم içindir. متعدی اینجا یک کلمه نوشته که نمیتونم بخونم، احتمالاً کره لازم içindir. حالا اینجا یه سوال میپرسه، سین علامت سوال میپرسه، متعدی نیه درلر، چرا به فعل متعدی گفته میشه؟ جواب فاعلین فعلی مفعول به جتینر درلر. کاری که فاعل انجام دهنده کار انجام میگیره در یک چیز دیگری تأثیر میگذاره، در یه فرد دیگری تأثیر میذاره. سوال لازم نیه درلر، به چه چیزی لازم میگن؟ حالا من بالا نیه خوندم، متعدی نیه درلر، به چه چیزی؟ نیه یخ نیه درلر، نیه متعدی دیرلر. پایین میپرسه لازم نیه درلر، لازم به چه چیزی میگوین؟ جواب فاعلون فعلی مفعول به جچنه. حالا اینجا باید مینوشت جچمزدر که این رو خط زده، دیده که اشتباه نوشته خودش خط زده. لازم مثاله، متعدیه مثال، لازمه مثال. حالا دو تا ستون باز میکنه، مثال برای لازم، مثال برای فعل متعدی میزنه. حالا اینجا اومده پایین اونو که خط زده فاعلین فعلی مفعول به geçmeyip فاعلین kendi نسبت واقع اولان فعل دور. حالا اینجا این خرج زیدون به این واقع نیست، پس اینجوری بخونیم لازم نیه درلر. جواب فاعلین فعلی مفعول به geçmeyip فاعلین کندین احتمالاً کندونه نسبت واقع اولان فعل دور، نسبت به خودش انجام میده، یه کاری برای خودش انجام میده. حالا فعل متعدی این جدول رو میخواد، دو تا فعل برای هر کدوم دو تا مثال میزنه. متعدیه مثال نصر زیدون امرن، زید به امر کمک کرد. این فعل کمک کردن برای خودش نیست، برای دیگریه. لازم چی هست؟ خرج زیدون، زید خارج شد، خودش رفت دیگه این فعل در حق دیگری نیست، در حق خودشه. الباب حالا اینجا تا اینجا چیزی که من میبینم اینه که به زبان ترکی ابواب عربی رو یاد میده، صرف ترکی نیست. الا اینکه من الان اینجا رو ول بکنم تا صفحه 4 خوندیم، بریم صفحه 10 مثلا ببینیم که این 10 چی میگه. فی مفعولی ده نحو غلوی زید الباب، زیدو
من میخواستم اینو زید دب الباب، نمیشه این زید الباب. حالا این چی هست نمیدونم، اصلا این زید میخونم ولی اینجا یه چیز دیگری هستش که اینو نمیدونم چی هست. نحو غلو اغراق کردن، مفعول ده نحو غلو بس زید الباب، غلو زیدیه الباب، ترکیبinde üstü bab ki معنا مراد olundukda Türkiye'de üstü bab ki معنا مراد olduğunda غلو گاپادی. این غلو، این نمیدونم احتمالاً یه آخر این واو یه حرکتی گذاشتی، نمیدونم احتمالاً نون باشه. گاپادی. کیم زید neyi البابی، çok حالا اینجا این کلمه به معنی بستن باب هست. این حرفی که علامتش اینجا گذاشته به معنی بستن باب هست، چون که در ترجمه میگه که حالا غلون زیدیه الباب، حالا چی ترکیبinde üstü bab چی معنا مراد olundukda غلو گاپادی. احتمالا این غلق زیدول باب، احتمالا این باشه غلق زید، این نقطه هستش اینجوری اومده، به نظرم میاد اینجوری باشه غلق زیدول باب، غلق زیدیه الباب، ترکیبinde آرتو باب چی معنا مراد oldukda غلق گاپادی. چیم زید neyi البابی باب، چون بله این چونه. حالا اونجا اون بالا غلقه میتونیم بکنیم، چون گاپولاری تفعیل بابین وزنی فعل یفعل تفعیلا، موزونی فرح یفرح، موزونی یعنی هموزنش، فرح یفرح تفریحا علامتی. حالا بریم صفحه دیگری رو بخونیم. این آموزش عربی هستش به زبان ترکی، صرف ترکی نیست، علم صرف ترکی نیست. بریم اینجا یک صفحه، فقط من یک صفحه از وسط بخونم. این بذاریم صفحه 20 اینجا. اولinde bir همزه وصل مکسوره و اینی لامی لام، اینی لامی beyninde iki vardır ziyade ligle mazisi ila 6 harf üzerine olmaktır. حالا این داره در مورد یه بابی صحبت میکنه اینجا. حالا بذارید ببینیم اسم باب چی هست. افعل یفعل، اینو داره میگه که اولinde bir همزه var، همزه مکسوره var، افعل و اینی ile لامی، هم دو حرف اینش و لامش، بین این دوتا حرف این و لامش، ایکی واو زیاده لیغله، یعنی دو واو داره. حالا نمیدونم یعنی چی. مازیسی آلتی حرف üzerine olmaktır، فعل مازی این 6 حرف داره. ببینید اجلقود، احتمالا این تشریح اجلود، احتمالا اجلود ده یجلود دو اجلوار، احتمالا این هم ره هستش. اجلور را یجلور رو اجلوار
این هست. احتمالا اینو داره توضیح میده که چه شکلی ساخته میشه. تا اینجا بریم صفحه آخر رو هم یه نگاهی بندازیم. این کتاب به ترکی هست اما در آموزش ترکی نیست، در آموزش عربیه. بد نیست، یعنی کتابیه که میشه برای آموزش عربی ازش استفاده کرد. من دوباره برم صفحه آخر ببینیم که این کتاب یه چیزی در رابطه با تاریخش و اینها میتونیم ازش در بیاریم. اقسام عشره الیوم سنا بناندن اقسام binane اقسامleri و سوالleri tamam oldu. لم یجد، حالا اون کتاب اصلی رو داره میگه لم یجد اصل لم یمدد ابدا کلمه در ابدی کلمه در لم یجد اصل لم اصلی یعنی لم یجدد احتمالا باشه ابدی کلمه در. iki harf bir cinsinden dali oli حالا احتمالا ساکنه سکونی آرزه ادغامی جایز ادغام. حالا اینا رو دیگه بلش کنیم، اینا در همون عربیه. ببینیم که تاریخ اینجا لم یهد دولدی فک ادغام ایله فک ادغام ایله دخی جایز دور بعض بلاد ادغام لم یمدد gibi. الحمدلله علی تمام و علی نعمته اتام. فکر میکنم 9 تشرین ثانی 97. متاسفانه میتونیم بگیم این کتاب جدیده ولی در چه سالی نوشته شده معلوم نیست. تشرین فکر میکنم، حالا باید از گوگل کمک بگیریم برای اینکه این کتاب رو درک بکنیم که چی به چی هست. باید بریم ببینیم که برای اینکه تشرین جزو ماه‌های عربی نیست. تشرین نام کدام ماه عربی است؟ بذارید ببینیم چی میگه. محرم، صفر، ربیع الاول، این ماه‌های عربیه. نگاه کنید محرم، صفر، اول سال از محرم شروع میشه در ماه‌های قمری. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌حجه، ذوالقعده. این تشرین بعد از اشغال کشورهای مسلمان بعد از جنگ جهانی اول اومده. نام ماه تشرین به ماه‌های اکتبر و نوامبر در تقویم میلادی اشارت دارد. در واقع تشرین 2 ماه است: تشرین الاول اکتبر و تشرین الثانی نوامبر. این نام‌ها از آرامی، از تقویم سریانی یا آرامی گرفته شدند که در برخی مناطق خاور نزدیک استفاده شده است. خب این از زمانی که کشورهای ملت‌های اسلامی و ترک به اشغال دشمنان در اومدن، تمامی همه چیز تغییر کرد، از جمله اسامی ماه‌ها. حالا عرب‌ها بیشتر برای اینکه بگن ما سکولار هستیم از نام‌های خارجی استفاده می‌کنن. از نام‌های محرم و صفر اگر استفاده بکنن به مفهوم ملیگرایی و اسلامگرایی. فرقش در این هست. خب این کتاب ولی معلوم، حالا متوجه شدیم که در چه ماهی نوشته ولی در چه سالی، اما نمیدونیم که این در مثلا 307 نوشته، 1207 نوشته شده، 1007 نوشته شده، 1097 نوشته شده، 1997 نوشته شده. اینها رو دیگه نمیدونیم، متاسفانه نمیدونیم. ولی به نظر من میاد که این تشرین، کلمه تشرین اگر درست خونده باشم، تشرین ثانی، این نشون میده که این کتاب
بعد از سقوط دولت عثمانی نوشته شده، ولی در چیز نوشته نشده، در ترکیه نوشته نشده. این در یکی از کشورهای عربی نوشته شده. احتمال بسیار زیاد میدم که در سوریه نوشته شده باشه. تشرین فکر میکنم بیشتر در فرهنگ و ادبیات سوریه. البته میتونیم دوباره از گوگل کمک بخوایم. نام کدام ماه؟ نام این چرا اینجوری مینویسه؟ کدام ماه است و در کدام کشورها کاربرد دارد؟ اسامی کشورهای عربی، شیوه یکسانسازی آنها. حالا اینا به اسم یکسانسازی اومدن چیکار کردن؟ تاریخ اسلام 18 خرداد ماه. حالا اینا که هیچی، اینا رو ولش بکنیم. حسین علی نقیان یک چیزی اینجا نویسنده، خوریش شهاده، این یه آدمی اینها رو نوشته و این حسین علی نقیان احتمالا این رو ترجمه کرده. نوشته رو به بررسی کاربرد اسامی ماه‌های متداول در کشور عربی می‌پردازد. ماه‌های عربی مرتبط با تقویم هجری قمری محرم صفر هستند. ماه‌های معرب از زبان سریانی و مرتبط تقویم میلادی شمسی کانون ثانی شبات، کانون ثانی شبات و ماه‌ها ترجمه شده از زبان انگلیسی و فرانسه و مرتبط با تقویم میلادی شمسی ینایر و فبرایر و اینا جداگانه مفصل مورد بررسی قرار گرفته. داولان در کشورهای عربی امروزه 3 دسته از اسامی ماه‌ها به کار می‌روند. دسته اول شامل اسامی ماه‌های عربی مرتبط با تقویم هجری قمری است، محرم صفر و فلان. دسته دوم شامل اسامی ماه‌های معرب از زبان سریانی و مرتبط با تقویم میلادی شمسی است، کانون ثانی شبات و ایلان الی آخر. و دسته سوم شامل اسامی ماه‌های دخیل و ترجمه شده از زبان انگلیسی یا فرانسه است که در اصل از لاتین بوده و در ارتباط با تقویم میلادی شمسی است، ینایر و فبرایر و الی آخر. خب دیگه معلومه دیگه بعد از اشغال کشورهای عربی مغز اونها هم اشغال شده. تاریخ وقتی کلمات تاریخی شما اشغال بشه یعنی مغزتون اشغال شده است. همونطور که در ایران در سال 1000 اگر اشتباه نکنم، چون من در جوناس تیوی تا از آرشیو مجلس اینها رو پیدا کردم، در سال فکر کنم 2013 اینها رو در جوناس تیوی گفتم که در چه تاریخی مجلس شورای اسلامی یک ماده واحده تصویب میکنه انگار اگر یادم باشه، و در اون ماده واحده میگه که البته به جای اینکه این حرف رو بذارم شاید بتونیم اینجا پیدا بکنیم. ماده واحده تغییر نام ماه‌ها در ایران، گاه شماری هجری خورشیدی، این گاه شماری در ایران به تصمیم شده. خب اینو میگه بله، در سال گاه شمار هجری خورشیدی بر پایه گاه شماری جلالی با مبدأ سال منسوب به هجرت حضرت محمد است. آغاز سال خورشیدی برابر با نخستین روز بهار. گاه شماری هجری خورشیدی اکنون در کشورهای ایران و افغانستان گاه شمار رسمی است. این گاه شماری در ایران با تصویب مجلس شورای ملی در 11 فروردین 1304 یعنی بعد از اینکه رضا شیشلول تاجگذاری میکنه گاه شمار رسمی ایران اعلام شد. نام 12 ماه تقویم خورشیدی در ایران نامهای باستانی ساسانی امشپندان و دیگر ایزدان کیش زرتشتی است. نگاه کنید رفتن مثلا گفتن زرتشتیه، رفتن از هند برداشتن، چون در اون زمان در ایران زرتشتی زیادی وجود نداشت و این رو بعد از حتی جمهوری اسلامی زرتشتی رو جزو دین‌های رسمی ایران قرار دادن. حالا طراحان گاه شمار جلالی چیا بودن؟ گروهی ریاضیدان و اخترشناس بودن که حالا بذارید ببینید کاردارین عمر خیام ریاضیدان و شاعر ایرانی بود. اینان به سفارش ملک‌شاه سلجوقی و با اصلاح گاه شمار یزدگردی به این حالا گاه شمار یزدگردی گاه شمار نوین دست یافتن. گاه شماری جلالی با حفظ سرآغاز حالا مبدأ گاه شمار ساختار ببینید چی میگه. حالا از اینا بگذاریم.
سرآغاز گاه شمار هجری خورشیدی روز جمعه 1 فروردین سال 1 هجری خورشیدی 29 شعبان یک سال پیش از هجرت. اینجوری گذاشتن. چرا 1 سال پیش از هجرت رفتن؟ چون مسلمان ها هجرت رو قبول دارن، نه 1 سال پیش از هجرت رو. برابر با 19 مارس 622 میلادی قدیم ژولینی و 22 مارس 622 میلادی جدید گرگوری. البته حالا اینجوری حساب کردن، رفتن بر اساس میلادی در اصل این رو تلاش کردن چیز بکنن. حالا اسامیش چی هست اینجا؟ ببینید نام ماها چی بوده اینجا به ترتیب. این ترتیب 12 ماه هست، این تعداد روزهای هر ماه. اینجا فارسیش هستش، الان فارسی دارن میگن، فارسی نبود، متوجه شدیم که زرتشتی هستش و از هندوستان اومده به احتمال بسیار قوی. فارسی افغانستانی، پشتون افغانستانی، هزارگی افغانستانی، کردی، ترکی آذربایجانی. نگاه کنید و اینجام تاریخ میلادی و اینجام فصلش. فروردین اصلش چی بود قبل از سال 1304؟ حمل بود. اردیبهشت ثور بود. خرداد جوزا بود. تیر سرطان بود. مرداد اسد بود. شهریور سنبله بود. مهر میزان بود. آبان عقرب بود. آذر گوس بود. دی جدی بود. بهمن دلو و اسفند هوت بود. تا زمانی که این رضا شاه اومد تاج و بر سرش گذاشت، یه شورایی در ارتش تشکیل دادن که اومد اولین کارهایی کرد این بود حذف زبان عربی و ترکی، از تلاش کردن از اردو و چیز حذفش بکنن و بعد ماها رو تغییر دادن و اینها که دیگه حالا آذربایجانیش چی بود چی هستش نوشته. این آدم هر کی این کار رو کرده واقعا کار زیبایی انجام داده. فروردین آغلار جولر، اردیبهشت جولن آی، خرداد گزاران، تیر گورا بیشیرن، مرداد گویروق دوغان، شهریور زمار آی، مهر خزل، آبان گرو buz bağlayan ayda, yəni bilirik ki o hər şey donur üst-üstə. Azər Azərdir, Dey çillə, Bəhmən donduran, اسفند بایرام. این ماهایی که وجود داره. حالا از این کتاب بگذاریم. این کتاب به نظر من جدیده، یعنی در 100 سال جدید نوشته شده. تلاش جالبی هستش. بریم یه کتاب دیگر رو دانلود کردیم ببینیم چه کتابی. شرح برکوی. حالا این یک کتاب از برکوی یا برکوی خوندیم 1-2 روز پیش، در 1-2 جلسه پیش، یک کتاب بسیار انقلابی در مورد فقه. این کتاب بیش از این یک کوچیک نمیشه. این کتاب ببینیم اول یه نگاهی بندازیم. این کتاب 322 صفحه داره. اینجا بالا نوشته این کتاب رو بر اساس این چیزی که اینجا نوشتن در سال 970 هجری قمری نوشتن، یعنی حدود، بریم ماشین حساب رو بیاریم حساب بکنیم دقیق در بیاریم این رو، کلکیولیتر 1446 مینهای 970 476 سال پیش این کتاب نوشته شده. خب ما از این نویسنده، این انسان بزرگ که مجتهد بوده و به نظر من میاد که شیخ بوده، صوفی بوده، خیلی صوفی مکتب بوده، 54 تا یا 56 تا کتاب مونده این آدم نوشته و کتاب‌های بسیار زیادی رو هم خودش نوشته وقف کرده و همین که از دیگران خریده. پزشکی ها رو دیدم مثلا خریده و ما خوندیم ازش، وقف کرده. حالا شاید در اینجا ببینید. حالا یه نگاهی خیلی جزئی به کتاب میندازیم چون الان فکر کنم حدود نیم ساعتی از وقتمون، 44 دقیقه از وقتمون گذشته. سریع بریم این کتاب رو ببینیم.
جلدش رو میبینیم چرمی هستش، حاشیه زیبایی داشته و بعد 6 جهت رو خط کشیده بودن، حالت کنده‌کاری داشته، فشار داده رفته داخل کتاب فکر کنم و با دایره هایی این کتاب رو نقاشی کرده بودن که احتمالاً حالت گل بوده ولی از بین رفته تقریبا. و ما از صفحه دوم به بعد ما این چیز رو میبینیم، کتاب رو میبینیم که یه مقدار در پایین، در اطراف و در وسط یعنی شیرازه آسیب دیدگی زیادی رو میبینیم. اینجا بسیار بیشتر از صفحه اول یعنی جلد دیده میشه. نگاه کنید خیلی آسیب دیدگی هم در شیرازه و هم در حاشیه کتاب این رو میبینیم. در صفحه بعد سفید هست ولی باز هم اون چیز رو میبینیم و از اینجا به بعد شروع میشه این کتاب و ترکچه هستش، یعنی به زبان ترکی هستش و صداگذاری شده. یکی از کارهای این انسان شریف که خدا رحمتش بکنه، نور به قبرش بباره، جاش بهشت بشه انشالله، جنت خداوندی نصیبش بشه، این آدم یک کار بسیار خدمت بسیار بزرگی برای نسل ما کرده که این زبان ترکی ما صداگذاری کرده. وقتی این حروف رو نوشته، این نقاشی رو که حروف رو نقاشی میکرده روی کاغذ، صداهای حروف رو رویش گذاشته که ما میتونیم بر اساس اون زمان این کتاب رو بخونیم. حالا من فقط این رو کادربندی نشده، من هر 50 صفحه یک صفحه رو نگه میدارم، نگاه میکنیم که برگردیم و سریع شروع بکنیم به خواندن کتاب. بعضی از کلمات رو اینجا میبینیم که قرمز نوشته و بعضی از کلمات رو روش خط کشیده. این دوباره نشان میده که شرحی بر، اینجا هم نوشته دیگه، شرحی بر یکی از کتاب‌های مهم حضرت برکوی هستش یا بیرکوی، احتمال نمیدونم. صفحه 100 کتاب رو هم ببینیم. میبینید که پارگی ها رو الان دیگه خیلی به راحتی میشه بعضی از جاها پارگی ها رو دید. بریم صفحه 100 و ببینیم که 100 این صفحه 100 هستش. یه مقدار اینجا سطر اول آسیب دیدگی خیلی زیادی داره، میشه خوند ولی خب هستش. در صفحات بعدی هم میبینیم که تکرار شده، کم میشه ولی خب از حجم اون ضرری که خورده. و اینجا یارو سیگار میکشیده یا آتیش روشن میکرده، یا آتیشی افتاده روی کتاب و این کتاب در اینجا سوخته. اینجا نشون میده که کتاب خیلی آسیب دیده، سیرشم زدن. اینجا سیرشم هم به مرور زمان اون چسبندگی خودش رو از دست داده. من یادمه من هم بچه بودم کتاب ها رو پدرم خدا بیامرز برای ما سیرشم میزد. خود منم بعدن که یه مقداری بزرگ شدم تونستم کتاب بخونم، سیرشم رو میزدم به کتاب ها. سیرشم یک نوع آردی بود که آب قاطی میکردید، حالت خمیری میگرفت و این رو میمالیدن، مثل خمیر بود در اصل یک نوع خمیر بود. حالا هر خمیری رو، آرد رو هم چیز بخورید میچسبونه هر چیزی رو، ولی این قرار بود کتاب رو بچسبونه که میبینیم نچسبونده و دوباره جدا شده. حاشیه جای انگشت انسان ها رو میبینید اینجا. این کتاب خیلی خونده شده، جای انگشتش در دو طرف پایین، صفحه پایین، از پایین ورق میزدن. نگاه کنید بالا رو وقتی نگاه میکنید اثر انگشت یا این زردی که در اینجا دیده میشه، این زردی در اونجا دیده نمیشه. شاید بشه حتی از روی این اثر انگشت رو پیدا کرد. شاید متخصصان انگشت نگاری بتونن اثر انگشت یکی از کسایی که این کتاب رو ورق میزده رو که دستشو آب دهن میزده اینجوری میگرفته و چیز میکرده، ولی چیز نمیکردن، ببینید خم نمیکردن، همینجوری میگرفته و با دو انگشتش میگرفته میچرخونده برای اینکه این کتاب تا نشه و نشکنه. خیلی زیبا. به هر حال این هم یه چیز نکته جالبی بود که امروز باش مواجه شدیم. بریم صفحه آخر رو ببینیم و برمیگردیم. بعدن این صفحه آخر کتاب هستش که بعدن نوشته شده و بر روی چیز چسبونده شده.
حالا برمیگردیم این رو هم میبینیم، اینجا دوباره یک صفحه دیگر و اینجا هم دوباره این پاره شده، اون پاره رو چسبوندن اینجا، این چیزی که مونده احتمالاً از اول کتاب پاره شده یا از آخر کتاب پاره شده، نمیدونم، ولی این یه بخشی است. اینجا با شیرازه رو میبینیم که کاملا از بین رفته. اینجا صفحه آخر کتاب هستش احتمالاً. دمک اینجا با میمم چه گذاشته، این میم هایی که پشت سر هم میذارن علامت تمام شدن کتاب هست. خب برمیگردیم اول کتاب و تلاش میکنیم که این کتاب رو بخونیم. یه بسم الله اینجا هست و یه بسم الله دیگری اینجا هست. این بسم الله رو احتمالاً خود نویسنده ننوشته بلکه یکی دیگری نوشته، ولی من تلاش میکنم که حالا این رو بیت، حالا این بیت ابیات هم میتونه باشه. بیت: بسم الله الرحمن الرحیم بیان الصفات. صفات خدا رو احتمالاً داره بیان میکنه، نمیدونم. شریکی، gökte bu cümle عالم یخیکن. این صفات رو از داخل کتاب آورده. bu cümle عالم یخیکن باب الصفات با این ببخشید بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اولی که صفحه اول کتاب، این فهرست کتاب هست. اول کتاب رو نوشتن تموم کرده، حالا دیگه صفحه‌ای که اینجا هست اینجا اومده فهرستشو گذاشته. بیت صفحه 1 بیتی هست اینجا، صفحه 2 بیان صفات خداوند هستش، صفحه 3 شریک، 4 kökte پیش و همینجوری میره تا یه جایی اینها رو مینویسه. بذار ببینیم تا صفحه 104 من اینجا دیدم، اینجا 102 هستش آبدست و اینجا 136 134 سعادتلو عزتلو بیان و صفات شریک. حالا اینجا یکی دیگه بعدن اومده این کارو کرده. بعدن ببین این خط با این خطا خیلی فرق داره. صاحب و مالک کتاب کی هست؟ علی آقانندر. علی آقا صاحب این کتابه. صاحب و مالک علی آقانندر یا علی آقانندر. kimse mani olmaya و سلام. یکی گفته که آقا هیچ کسی نمیتونه بگه این مال این نیست. احتمالاً مثلا دزدی میکردن و اینا یا هر کاری که میشده، یکی میگفته مال منه، میگه نه اینجا نوشته شده که یعنی یه حکم دولتیه اینگار مثلا اونجا. صفحه بعدی رو نگاه میکنیم خالی هست. این برای صفحات در نظر گرفته شده بوده یا برای حاشیه نویسی در نظر گرفته شده، ولی میریم به سراغ هادا کتاب و شرح برکوی محمد افندی رحمه الله. این شرحی است بر کتاب شرح برکوی محمد افندی. محمد افندی بر این کتاب یه شرحی نوشته. حالا ببینیم کدوم کتابش است. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنای بی نهایه و مدح و شکر بی غایه. خداوند کامل الاحسان و شامل الانعام، خلاق جهان و بارئ انسان اولان، رب العالمین مخصوص در و صلوات و صلات تامه بی حد و سلام سامی بی حد. این سلام سامی یعنی چی؟ من اینو نمیدونم. بذارید ببینیم میتونیم اینو بیاریم این بر. صلوات تامی بی حد و سلام سامع بی حد جمیع انبیاء اکرام، خصوصا ننوشته، ببینید صدا نگذاشته، گفته خصوصا کمالات انسی جامع و اساس کفری فامع، فخر عالم سید انام محمد مصطفی. حالا اینجا اون آ رو با یه ننوشته. الان ما در ترکی هم که می نویسیم مصطفی رو با یه می نویسیم آخرش اون یه، ولی در اینجا با الف و آ گذاشته. با مصطفی و اصحاب اتباعی
و علمای عاملین üzerine olsun. دوباره علمای عاملین رو اینجا میاره. لیل و نهار دائم اشجار و اسمار قائم اولدکجه، اما یعنی اون صلوات و سلام برای اونا باد. اما بعد روش یه خط کشیده، یعنی که این عربیه. حالا از اینجا به بعد یه فصل جدیدی شروع میشه. جمله تمام شد، پاراگراف تمام شد، یه پاراگراف جدید تمام میشه، آغاز میشه. مرحوم مغفور له افضل علما و ابهر فضلا زهد و تقواده کامل رزق و حقیقت واصل اولن ذروه باشتین ابهر فضلا و زهد و تقواده کامل ذروه حقیقت. ذروه یعنی در اوج. حالا الان فکر میکنم فارسی باشه، یاداش اوجدان گلسه. اوج یعنی بالا. اوج اگر از این کلمه باشه، سلام علیکم علیکم سلام. اگر اوج، کلمه اوج که در فارسی رایجه، از کلمه اوج به معنی نوک کوه، نوک درخت، نوک هر چیزی که بلندی قرار داره، اگه از اون اومده باشه به نظرم از این میاد. حالا اینجا ذروه یعنی اون بالا، اوج، ذروه حقیقت واصل اولن اله عقاید اهل سنت و جماعت محمد البرکی. ببینید محمد البرکی، محمد البرکی، برکی علیه رحمت الملک القوی مدار سعادت اولان علیه عالیه احتمالاً ببخشید مدار سعادت الان علم عقاید اهل سنتی و جماعتی و علم اخلاق و علم احکام شریعت و فرعیدن هر مکلفه بالمسی اهم و الزم اولان مسائلی کتب معتبردن اخراج و نفع عامه olsun دیگه لسان ترکیه ترجمه etmiştir. خود اون مرحوم این کارو کرده، یعنی برکوی من بیرکوی بخونم بهتر هستش. بیرکوی یک روستا، بیرکوی. احتمالاً حالا این اسم از کجا میاد چیه نمیدونیم، غلط نخونیم، خودش صدا گذاری کرده، ما صدا رو خوندیم البرکوی. خب میگه که معتبردن اخراج و نفع عامه olsun دیو لسان ترکیه ترجمه etmiştir. طالب آخرت اولانلن، نگاه کنید اینجا اولالن، ببخشید، طالب آخرت اولانلار به معنی اولانلار. اولالن اخوان دین و مؤمنین و موحدین تحصیلیندن آنون در میان ادب و موجبی ایله عامل اولورلر ایسه سبب دخول جنانی و باعث وصول رضای رحمان olduğunda اشتیاق یقدر حقا که عزیز المثل او olduğu. اینجا او که اومده اولی کتاب دوباره اونجا نوشته olduğu محقق در. نتکیم بعضی علما مدهنده buyurdiler که یه بیتی گفته، اینجا دوباره روش خط کشیده، یعنی اینکه پاراگراف اول تموم شد، این پاراگراف قبلی تموم شد، این پاراگراف جدید آغاز میشه. باغ فضل چنده gelmiştir افاضل جغ. ولی حالا اینجا از احتمالاً بذارید ببینم، باغ فضل چنده gelmiştir افاضل çok ولی گلستان فضلنün اما bir gülüdür birikli. اونجا که گفته بود اسمشو birikli، اینجا دوباره همون رو نوشته. bir gülüdür birikli bir وصیت نامه
تعلیف eylemiştir. اینجا شعر اینجوریه. ببینید حالا من شعر رو چون قبلا یک کتاب قبلی که خوندیم اینو خوندم، حالا اونو دوباره میگم براتون. باغ فضل içinde gelmiştir افاضل çok ولی گلستان فضلünün ادامه داره این. اما bir gülüdür bir kili bir وصیتنامه تعلیف eylemiştir. اینجا یه چیزی گذاشته اینجا eylemiştir yerine خط زده که حالا اینجا میاد. مطلب بیت هم اینجا نوشته که یه مطلبی در مورد بیت هستش، حالا بعداً توضیح میده یا چی نمیدونم. eylemiştir ol veli kıl nazar ol veli kıl nazar im'an kır nazar im'an ile hal eylemiş her müşkili din ve İslami beyan etmiş içinde sersere rehber olmuş rah hakka سوق eder her عاقلی. این شعره احتمالاً، من فکر کنم همه اینها شعره. خب باید برگردیم اینجا رو دیگه مثل شعر بخونیم. Bağ fazl içinde gelmiştir efazil çok veli gülüstan fazlının ama bir gülüdür bir kili bir vesiyetname ta'lif eylemiştir ol veli kıl nazar im'an ile eylemiştir ol veli kıl nazar im'an ile hem eylemiş her müşkili din-i İslami beyan etmiş içinde serteser rehber olmuş rah hakka رهبر olmuş راه حق سوق در هر عاقلی هم شریعت هم طریقت هم حقیقت cümle مو به مو etmiş müserreh fark yazmış bir gılı اینجا برگلی بود berkili burada bir kili اینجا bir gılı bir kilinin همون اسم دوباره bir gılı bir kilinin bu kitabı müserreh gırg yazmış bir gılı bir kilinin bu kitabı yad eder ol bülbülü dostum zira budur bağ cenane bir gülü. Burada da güldü bana. Bağ cinane bir gülü. این بیت ادامه داره دیگه شعر صدق ile اخلاص ile قلبی ریادن پاک در جوهری ایمان ile can و diliyle verir hali. Bu kitabı sevmeyip inanmayan münkürlerin yok nasibi cennet içre hiç acılmaz müşkili hurilerle zevk edip cennet sefasını isteyen bu kitab ile itikad etsin hem olsun amili. Bu kitap içi dolu ayet akhbar ile bu kitap içi dolu ayet akhbar ile bu kitabı bulunur hem çok kitabın hasili اهل sünnet vel cemaat mezhebinden ad olur. Bir kişi kim buna uydursa bu ahvalini nefs şeytan havadan ol kişi bulur halas hem döyer iblisin ana eylediği hem döyer iblisin ana eylediği elini mürşid istersen yeter sana bununla sen kıl amel bu kitap olmuştur ulaştırır maksudine her akili. Bu kitap kıl amel bu kitap oluşturur maksudine her akili. Fazli dahi kıl anın
ruhi şerifine bir dua, dem bedem kâri anın, dem bedem kâri anın olduğu şefaat amili. Lakin bu افقر عباد قلیل البضاعه اولان شیخ علی از صدر القنوی افل عنهما العفو العلی دن. بعض اخوان دین مشکل اولان محلرین اهل اتمایی التماس اتملریل حسبتن لله حسبتن لله تعالی. یه ترکی لسانیه شرحینه شروع اولوندی رب العالمین. همون کتاب فکر میکنم هم کتاب قبلی هستش که خونده بودیم. ببینید دوستان، من الان اینجا رو که خوندم این بیت رو، این بیت اینجا به معنی یه بیت نیست، این بیت به معنی شعر هستش. در اینجا به معنی مصرع و بیت نیست. این بیت رو الان اگر مثلا من بشینم بخوام بگم آقا به شعر امروزی اینو می‌نویسم، در کجا هر مصرع تمام میشه این رو من تصمیم میگیرم دیگه. حالا من این که مثلا متخصصم، نه منه انصاف علی، اون کسی که میخواد این کارو بکنه بر اساس میل و درک خودش از این مفهوم و از این آهنگ کلمه میاد اینها رو مصرع بندی میکنه. البته اینجور هم خیلی نیستش که، برای اینکه هر شعری در زبان ترکی و فارسی و عربی یه آهنگی براش بریدن. مثلا یه شعری هستش که با 5 کلمه تمام میشه، یه شعری هستش با 10 کلمه تمام میشه هر مصرعش دیگه. اونها رو مثلا فعولا مثلا نمیدونم، یه چیزی من اینها رو نمیدونم. واقعیت اینه که در دبیرستان هم اینو میخوندیم، من اصلا متوجه نمیشدم قضیه چیه. در نتیجه بر اساس اون آهنگ میان درست میکنه. اما ممکنه که به هر حال آدمی مثل من که نمیدونه با این علم عروض و علم شعر و اینها آشنا نیست، اوزان یعنی اینجوری بگیم یه قالب های استانداردی رو برای انواع مختلف شعر و غزل و نمیدونم مثنوی و اینها درست کردن که براش وزن درست کردن، وزنی از کلمات عربی با فعله، با فعل، کلمه فعله برای اینها فعلو مثلا، حالا با اینها یه وزنی درست کردن و گفتن شعر، مثلا این شعر در این قالب این اسمش اینه، در این قالب اینه. مثلا 10 تا 20 تا قالب داره که شما اگه میخواید شعر بنویسید باید داخل اون قالب بنویسید بشه مثلا شعرهایی مثل حافظ و سعدی و اینها. حالا اینم که شعر ترکی دیگه همون. ولی اینجا دوباره برگشت و گفت که این کتاب وصیت هستش. اگر اشتباه نکنم دوباره من اینو اینجا یه جایی خوندم، گفتش که حالا بذار ببین اینجا چی میگه. Rabbül Alemin müstefid olan mümin kardeşlerimize intifai müveffek edip cümlenin sebebi felahi ede amin به حرمت النبی الامین. ما این کتاب رو قبلا خوندیم، من فکر میکنم تا اینجا تقریبا چیزیه که یادم میاد. بسم الله الله تعالی اسم şerifi ile başlarım yok, başların cem میبنده، başlarıq مثلا. الرحمن öyle Allah'ı ki ulu nimetleri vericidir. الرحیم öyle Allah'ı ki geçici nimetleri vericidir. خطش متفاوته. خط این کتاب با اون کتاب قبلی، من میتونم اون کتاب رو هم از همینجا باز بکنم چون که اونم زیاد پایین نبود، اینجا بود. این گفته در 1171 نوشته شده. این نسخه‌ای که الان باز کردیم این اون کتاب قبلی هست، این اون کتاب هستش که حالا جدا کردم. حالا این کتاب جدید یک باز کردیم. نگاه اون خط اینو با اون ببینید، املا این همه. نگاه کنید
ولی خط و حاشیه بندی اینا خیلی متفاوته. حالا من اینا رو کوچیک بکنم کنار هم قرار بدم که شما تفاوت خط رو ببینید. مثل من ببینید این صفحه اولش اینجاست، نگاه کنید. بذار ببینم میتونم اینو حالا. خب این صفحه اولشه، این صفحه دومشه، اینجا این هم صفحه اول این و صفحه دوم این. عرض اینها رو میبینید، کادر بندیش رو میبینید، نوع خط رو، تفاوت خط رو میبینید. حالا اینجا این بسم الله رو که میاد چیز بکنه، بذارید من این رو پیداش بکنم که بتونیم با هم ببینیم. بسم الله نگاه کنید، میگه که آمین به حرمت نبی الامین بسم الله الرحمن الرحیم. نگاه کنید بسم الله امین بسم الله. حالا اینجا میگه که بسم الله الله تعالی. نگاه کنید فرقش اینه، اینجا جدا نوشته الله تعالی اسم شریفی ایله باشلرین، اینجا هم میگه الله تعالی جدا نیست، اینجا به هم چسبیده اسم شریفی ایله باشلرین. الرحمن دوباره اینجا الرحمن میره صفحه بعد. öyle Allah'ı ki ulu nimetleri vericidir. اینجا چی نوشته؟ öyle Allah'ı ki ulu nimetleri vericidir. الرحیم öyle Allah'ı ki göçücü elbette göçücü nimetleri vericidir. اینجا هم نوشته که بازم اینجا صداگذاری کرده geçici. اینجا geçici eyle Allah'ı ki öyle Allah'ı ki geçici nimetleri vericidir. فرق بین دو تا نویسنده این در سال گفتش که در چه سالی این رو نوشته؟ در سال اینو باید حالا بزرگش بکنیم که دیده بشه. در سال 1171 قمری نوشته شده. این در چه سالی نوشته شده؟ 970 قمری. حدوداً 170 سال از اینجا 30 سال 200 سال فرق هست بین دو نسخه. دو بار نوشته شده در 200 سال و ما فرق این رو میبینیم. این ببینید بر اساس همین ها میشه فهمید که خط چجوری رشد کرده، دولت چه شکلی یا چه شکلی. نگاه کنید این حاشیه نداره، این حاشیه داره. این خطش یه مقدار به نظر میاد زمختره، این یه مقدار شکیلتره. بعد کادربندی شده، صداگذاری ها. مثلا اینجا من تفاوتی که دیدم، حالا بذارید بریم اینجا دوباره. اون الرحمن کجا بود؟ همینجا بود. تفاوتی که اینجا دیدم، اینجا ببرم که بتونیم هر دوتا رو ببینیم همزمان. تفاوتی که من در اینجا دیدم این بود که مثلا این geçici نوشته بود، این göçücü. حالا کدوم یکی؟ اینی که جدیده geçici نوشته، اونی که قدیمی تره öyle nimetleri vericidir. این که بود؟ کدوم بود؟ الرحیم öyle Allah ki göçücü. این قدیمی تر göçücü نوشته، جدیدی تر حتی وریجی هم احتمالاً بشه. حالا از روی اینها میشه یک کتاب رو کاملا با هم مقایسه کرد. وریجی دور. بذارید ببینیم اینجا الله جمیعا وریجی دور. حالا چه چیزی نعمتleri وریجی دور. الحمدلله. اینجا هم الحمدلله جمعی حمد edicilerin اینجوری نوشته. نگاه کنین جمیع حمد edicilerin حمدی ازلدن تا ابده ورینجه. اینجا ببینیم چی نوشته. الحمدلله جمیع حمد edicilerin، اینجا دیگه ننوشته edicilerin حمدی ازلدن تا ابده وارینجه جمله صفات کامله. نگاه کنید وارینجا جمله صفات کامله ایله. اینجا ایله دیگه از بین رفته. کامله ایله مستجمع. اینجا دیگه این ایله رو نوشته، اینجا این ایله رو حذف کرده برای اینکه کامله
همزه گذاشته به جای اون ایله، کامله با هی آخر براش چسبونده و یه همزه گذاشته، گفته یعنی نوشتن کلمات در 200 سال اینقدر تغییر کرده. این دو تا کلمه رو تا الان متوجه شدیم. وریجیلریون همدی ازلدن تا ابده ورینجه، جمله صفات کامل دوباره اینجا هست. اینجا کامله مستجمع اولان، اینجا نوشته کامل ایله مستجمع اولان. فرق دوتا چیز رو حالا دارید میبینید. با توسعه خط و تکمیل خط نویسی رو حالا اینجا میتونیم، خیلی شیرین شد این برای من، این بحث خیلی جالب شد. آدم میتونه حالا اینجا تطور تکامل خط نویسی و اندیشه رو روی کاغذ نقاشی کردن با حروف رو بفهمه آدم. صفات، حالا قدیما چالگشیر درست میکردیم، یه چیزی به کاغذ درست میکردیم رو میذاشتیم رو قرآن میخوندیم. حالا لازم هستش از اینا دوتا باشه که آدم بدونه کجا بود. کامل ایله مستجمع اولان واجب الوجوده مخصوص دور. اینجا چی میگه؟ مستجمع اولان واجب الوجوده مخصوص دور الذی. حالا این الذی اینجا هم الذی اوله اللهی کی هدانا للاسلام، اوله الله کی هدانا للاسلام، دین اسلام چون بیزی ارشاد ایلدی. اینجا چی گفته؟ دین اسلام چون بیزی ارشاد ایلدی و جعلنا دخی. حالا جعلنا رو چیکار میکنه؟ و جعلنا من امت محمد. اینجا دیگه مثل این ننوشته، یه مقدار تغییر داده در این کتابی که قدیمی تره. و جعلنا رو خود این کلمه رو گذاشته و تلاش کرده این رو توضیح بده. و جعلنا و دخی بیزی قلدی من امت محمدین امتیندن قلدی علیه السلام. اینجا چی کار کرده؟ اینجا این کجا رفت؟ و جعلنا من امت محمدین، همه اینها رو آورده در اونجا. این رو در 3 بخش آورده بود. بله، و جعلنا من امت محمد در 2 بخش آورده بود. اینجا در 1 جا آورده و گفته که چی؟ حالا ببینیم معنیشو چی کار کرده. محمدین امتیندن قلدی. حالا اینجا چی کار گفته بود؟ گفته بود که و جعلنا و داخی بیزی قلدی من امت محمدین، یعنی اونجا جعلنا رو بیزی قلدی، قلماخ حساب لدی، یعنی ترجمه کرد جعلنا رو به قلدی. اینجا جعلنا رو بذاریم ببینیم چی. حالا و جعلنا من محمد امتین قلدی، اینجا هم محمد امتیندن قلدی معنی کرد. اینجا خلاصه تر معنی کرد تا این یه مقدار. من امت محمدین امتیندن قلدی علیه السلام، سلام و صلوات و صلات و سلام انین اونم انین üzerine olsun. اینجا چی گفته؟ علیه السلام anun üzerine anun üzerine olsun enva تعظیم و جمله مکروهیدن آمین المق. این یه مقدار اضافی کرده، نه همونه. اولسون یعنی انواع تعظیم، این یعنی رو هم برداشته اینجا. و جعلنا من امت محمد دنگلده علیه السلام انون üzerine olsun انواع تعظیم و جمله مکروهیدن امین المق. اینجا یک یعنی گذاشته بود، اینجا این یعنی رو برداشته. احتمالا یه آدم دیگری این رو رونویسی اگر باشه تغییر این یعنی رو برداشته، خودش گفته یعنی همین دیگه، من عربی رو دارم ترجمه میکنم، یعنی رو برداشته. اما احتمال میدم که رونویسی نباشه، یه شخص دیگری این رو نوشته باشه ولی اسمشون. حالا بهتر از اینه به جای اینکه بیایم این کارو بکنیم، بریم ببینیم اسم اون فقیری که گفت القنوی، شیخ علی الصدری القنوی، اینجا چی گفته بود؟ بریم بالاتر. اینجا
صفحه رو بریم این ور. آها، اولان شیخ علی صدری القنوی، همون آدمه. این کپی از یک کتاب هست، ولی در کپی 200 سال بعد یه دستی در کتاب برده. بعضی از کلمات رو البته به نظر میاد که مهم نیست، میشه در معنی دستکاری نکرده، کلمات اضافی رو در اصل برداشته تا اینجا، ولی خب این یه کپی از این کتابیه که 200 سال پیش نوشته شده بوده و اینجا اومده این رو دستکاری میکنه متاسفانه. حالا برگردیم دوباره این صفحه بعدی که و صلات و سلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین و دخی صلات و سلام جمله انبیانین و مرسلینین üzerine olsun. مرسلینین üzerine olsun. ببینیم اینجا چی گفته. و صلات و سلام علی جمیع الانبیاء و المرسلین و دخی صلات و سلام جمله انبیاء و مرسلینون. اینجا نون نوشته، اینجا نین نوشته. در کتاب قدیم مرسلینین انبیاء و مرسلین üzerine، حالا چی شد؟ کجا رفته؟ صلات و سلام علی جمیع و دخی صلات و سلام جمله انبیاء و مرسلینون. اینجا این کتاب جدید گفته مرسلینون üzerine olsun. اینجا چی نوشته؟ گفته که و دخی صلات و سلام جمله انبیانین و مرسلینین üzerine olsun. اینجا گفته بود که انبیانین رو جمع ننوشته، جمع نکرده، اینجا جمع نکرده. در اون قدیمی نسخه قدیمی انبیا رو جمع کرده، اینجا جمع نکرده و مرسلینون نوشته، اینجا مرسلینین نوشته. انبیانین و مرسلینین در نسخه قدیمی، در نسخه جدید انبیا و مرسلینون. این میگه که جمع از قاعده عربی استفاده کرده. در قاعده عربی بر اینه که اگر یک کلمه عطف به کلمه قبلی بشه دیگه لازم نیستش که جمع اون رو، البته در زبان فارسی، این در زبان چیز نیست، فکر کنم عربی نیست. عربی جمع میاد. اونجا رو من اشتباه کردم. خصوصا منهم، به خصوص، با خصوص. این با رو در چیز قدیم با خصوص نوشته، به خصوص ننوشته. با خصوص با رو آخر کلمه گذاشته که انتهای جمله ها در یک مسیر باشه و ولی دوباره اومده از اول کلمه با خصوص رو نوشته. با خصوص انلردن الا افضل المخلوقین. میگه که با خصوص انلردن الا افضل المخلوقین، جمیع مخلوقین. اینجا در قدیم مخلوقین نوشته، اینجا گفته که اینجا جمیع مخلوقین نوشته. اینجا هم البته در قدیم گفته جمیع، صدای گذاشته، ولی در اینجا ساکن کرده. جمیع مخلوقین افضلی üzerine olsun. محمد kimdir؟ حالا اینجا چی گفته؟ افضل مخلوقین جمع مخلوقات. حالا بذارید ببینیم این افضل üzerine olsun محمد kimdir؟ اینجا هم olsun محمد kimdir. خطش خیلی، این قدیمی خطش خیلی بهتره، این جدید به نظر من این زیباتر دیده میشه. چیز نوشته، قلمش جالبه، این قلمش
خیلی نوکش خوب چیز نشده، در نتیجه دیده میشه که مثلا روی کاغذ گاهی میجهد، ولی در اینجا میبینیم که قلم خیلی خوب روان حرکت میکنه و روی کاغذ زرد رنگی نوشته. این کاغذ تا مدت‌ها در حوزه علمیه روی کاغذ زرد نوشتن جالب بود، برای اینکه میگفتن به چشم اذیت نمیکنه ولی کاغذ سفید اذیت میکنه. این رو همینجا هم وقتی به عکس نگاه بکنید متوجه میشید که این درسته. حالا برگردیم ببینیم این صفحه چی نوشته. افضل جمیع خصال حمیده. حالا اینجا گفته محمد کیمدür. اینجا گفت یا نه؟ محمد کیمدür سوال پرسید. حالا خودش هم میخواد به این سوال جواب بده که اول افضل جمیع خصال حمیده. محمد کیمدür اول افضل جمیع خصال حمیده ایله متصف اولان حضرت محمد علیه السلام در. اینجا گفته که جمیع خصال حمیده ایله متصف اولان حضرت محمد علیه السلام و آله و اهل بیتinin üzerine olsun. اینجا و آلهی اونجا بوده، حالا و آلهی و دخی اینجا آلهی و اهل این رو آورده. السلام و ببخشید نه نیست، این آلهی و اینجا خودش گفته که دور و آلهی، این رو از متن آورده، اینجا روی آلهی خط نکشیده. در این نسخه‌ای که جدیده روی آلهی خط نکشیده. در اینجا ما فکر نمی کردیم اگه اینو بخونیم که این از کتاب اصلیه. در اینجا از کتاب اصلی هستش. میگه که و آلهی و دخی اهل بیتین üzerine olsun و آلهی و اهل بیتین üzerine olsun ve sahabihi ecmaîn ve mübarek yüzünü görüp iman getirenlerin cümlesinin üzerine olsun. Amma ba'd Allah Teala'ya hamd و Resulüne ve aline ve âle ashabine salavat ve selam eden farık oldukta sonra فهذا شر رساله وصیت الفقیر. حالا ببینیم همین باشه دیگه تمام میکنیم اینجا. sonra فهذا شر رساله وصیت الفقیر محتاج olan گولن وصیتی دور. وصیت فقیر محتاج olan گولن وصیتی دور. اینو کتاب رو خونده بودیم، همون کتاب قبلی هست. با یک دستنویس جدیدی از همون کتاب روبرو شدیم. به نظرم تا اینجا کافیه. من لذت بردم، امیدوارم که شما هم از خوندن این کتاب و این جور مقایسه ها لذت ببرید. به امید اینکه توفیق بدهد و روز دیگری در یه فرصتی دیگری با یه کتاب دیگری بتونیم در این دیوار زندان مهندسی جهل سوراخ دیگری رو باز بکنیم تا به روشنایی بیرون از زندان روزانی رو باز کرده باشیم و بتونیم از اونجا بیرون بخزیم. سلامت باشید انشالله.